ما از استان فارس شهر خشت 22 ساعت کوبیدیم دیروز، 4 صبح حرکت کردیم، 12 شب به عشق CR7. پسرم دوستش داره، دوتاش استقلالی من اومدیم که پیش CR7 میتونیم میبینیم یا نه، که تا الان متاسفانه نتونستیم. مهمترین رویداد تاریخی اتفاق افتاده. خیلی خوشحالیم. کریستیانو رونالدو قهرمان فوتبال دنیا. خوش اومدی به تهران، خوش اومدی به ایران. خیلی خوشحالیم. واقعا اتفاق بزرگ و احساس اصلا نمیتونم بیان کنم. انقدر خوشحالم که واقعا نمیتونم بیان کنم. من دوست داشتم که الان برم تو هتل ببینمش، حالا عکس میان نه نزدیکی امضای چیزی به هر کی یه برگه بده. خب نمیذارن دیگه، ولی بازم دمشون گرم، امنیت رو دارن براش برقرار میکنن، افتخار ماست. حس خوشحالی دارم، از تبریز اومدم، میخواستم اینم بهش هدیه بدم، بعد فقط عشق رونالدو. تو هتل زدم بیرون کردم. گفت امشب اونجا بریم تو میشم بابا شای نمیاد. بهتره ما باشیم. داش نسیسی. نه داش حواسم